باید در شبانه روز وقتی را برای مطالعه و بحث در امور دینی و معارف دینی بگذارید. دین از شکم بی ارزشتر نیست، دین از رفاه ارزشش کمتر نیست، دین از ورزش ارزشش کمتر نیست. برنامه‌ای بگذارید، جلسات مذهبی داشته باشید، مطالعات دینی داشته باشید. به حمدالله کتاب‌های دینی بعد از انقلاب زیاد نوشته شده. جلسات بحث بگذارید، با هم بشینید گفتگو کنید. احتیاج نداره حتما یک مبلغی را یا معلمی را دعوت کنید. مثل کتاب‌های مرحوم استاد شهید مطهری رضوان الله علیه را بگذارید به بحث، در اطرافش گفتگو کنید، حلاجی کنید. اونطور که طلبه‌ها کتاب‌های درسی مباحثه می‌کنند، سطر به سطر بخونید. این معنیش چیه؟ توضیح بدید، بحث کنید. اگه یه جای ابهامی اشکالی براتون موند، وقتی کسی هم را هفته یه مرتبه، ماهی یه مرتبه دعوت کنید، بیاد براتون توضیح بده.